سلام. چقدر سخته صحبت کردن. خب سلام، من سحرم. امروز میخوام تو این ویدیو راجع به زندگی خوابگاهی خودم، تجربه‌ای که ازش دارم باهاتون صحبت کنم. من 2 ساله که خوابگاهیم، همچنان هم هستم. قراره 2 سال دیگه هم باشم، ولی امیدوارم که نباشم. من کلا آدمیم که از تمام صحنه‌های زندگیم، از تمام لحظه‌های زندگیم عکس میگیرم. عکس و فیلم سنگم داشته باشم. گوشیم در این راه داره شهید میشه، حافظه کامل پره. واقعا این سری عکس‌ها رو انتقال دادم که بتونم بهتون نشون بدم. خب از کجا شروع کنیم؟ یه عکس دارم مال اولین روزی که رفتم خوابگاه، منتظریم که حالا اتاق بهمون بدن. من از شدت ناراحتی دارم گریه میکنم و نشستم توی کتابخونه. به بچه‌ها گفتم شما برین اتاق ببینین، هر تختی رو میخواین بردارین، بعدش من میام. در این حد ناراحت، اصلا نمیخواستم اتاق رو ببینم. بعدم روزای اول خیلی سخت میگذره به همه. هفته اولی که من رفتم خوابگاه بر اثر خوردن غذای بیرون مسموم شدم. خب کارم به دکتر کشید و این حرفا. کنم هفته اول رو من یه روز رفتم خوابگاه، دیگه نرفتم، رفتم خونه فامیلامون. بعد از یه هفته دوباره برگشتم خوابگاه. بچه‌ها اینجوری بودن که ما مثلا ماه اول سر رو زیاد نمیدیدیم، یا خونه فامیلامون بودم یا آخر هفته برمیگشتم خونه. کلا زیاد دوست نداشتم خوابگاه بمونم. هنوزم دوست ندارم بمونم. چیزی که تو خوابگاه ما خیلی زیاده، قبلا بیشتر بود الانم خیلی زیاده، گربه است. کدوم بره؟ چیزی که شما میتونی زیاد ببینی گربه است. همش هم در حال زاد و ولادن، تعدادشون هم اصلا کم نمیشه. حالا اگه به گربه علاقه مندین، خوابگاه کوثر در انتظار شماست. این اتاقمونه، میبینین شرایط بدش رو. این تخت فلزی رو میبینین، اون برای من و شیرین بود. بقیه تخت چسبیده به دیوار داشتن. این از حمومامونه. این حالا اینا بلوک 1. بلوک 1 خیلی افتضاح بود. حالا باز بلوک 2 یه سر از لحاظ ساختمون و این چیزا بهتره، ولی راهروی که ما هستیم خیلی کثیفه. به خاطر آدماش هم میتونه باشه. من تصمیم گرفتم این وسط یه پرانتز باز کنم راجع به بلوک 2 که گفتم خیلی کثیف و این حرفا. این از شرایط آشپزخونه‌مونه. تونین ببینین چه وضعی داره. این از دستشویی هامونه. اینا میتونین ببینین وضعیت اسفناکش رو. این روشوییه که ما توش صورتمون رو میشوریم، مسواک میزنیم، از این کارا میکنیم. این راه رومونه. من نمیدونم واقعا این چیه. اگه خونه، واقعا این خیلی بده که دستمال خونی وسط خوابگاه باشه. حالا شاید لاک روژه هر چیز دیگه، ولی بازم اصلا قشنگ نیست. من برای که مامانم یه ذره احساسی بهتری بهم بده و بتونم با خوابگاه ارتباط بگیرم، یه جایزه کامل واسه من خرید. حامد در حال تست دوشکمه. روزهای اول که گفتم من خونه یه ظهر اینا بودم، برق میره و ما مجبور میشیم با کتری اتو کنیم مقناهامونو، چون برق نبود که اتو کنیم دیگه. بعد داشتم با خودم میگفتم سالی که نکوست از بهارش پیداست. اول روزی که من دارم میرم خوابگاه، نه که اولین روزای اول دیگه، سحر در کنار خوابگاه کوثر. این شکوفه است بچه ها، شکوفه با تخت بغلی منه. ما با هم همسایه ایم از بالا. اینجا من در حال ودا با خونم، من و جاسم. چند ناراحت کننده بود اون موقع واسم. با کوله باری از وسیله از اتاقم، از خونمون رفتم، ولی به نظرم حس جالبی هم هست دیگه. از منطقه امنت داری خارج میشی، اصلا میری یه جای دیگه که خانوادت نیستن، زندگی دست خودت افتاده. از این جنبه هم جالبه. این من و جاسمیم در حال تمرین کردن. من خب 2 ترم اول جاسم رو میذاشتم روی تختم. از یه طرف پایین جا نبود، از یه طرف من اعتماد نمیتونستم کنم، اطمینان این که جاسمون پایین جاش امنه رو نمیتونستم داشته باشم. بخاطر روی تختم پیش خودم نگهش میداشتم. حالا تار و کیفش
خیلی زیاد بود حجمش. جوری بود که من شبا که میخوابیدم اوریب میخوابیدم، پاهم از تختم بیرون بود، انقدر وسایل بود در کنار جاسم. یه سبد وسیله هم داشتم و کیف و بند و بساط نبود. کلا شرایطم دو سه اول زیاد جالب نبود. اینجا من دارم اولین ظرف خوابگاهمو میکنم. اتاقمونه اینجا، باز اتاق ترم یکمون، ترم 1 و 2. آها، اولین خاطره مشترک من و شکوفه توی خوابگاه چی بود؟ من و شکوفه تصمیم گرفتیم یه روز بریم کتاب بگیریم. خب بعد کتابو گرفتیم و این حرفا، گفتیم خب چیکار کنیم؟ بریم بیرون شام بخوریم. بعد اون موقع ها مثلا پول تو جیبه من 2 تومن بود، شکوفه هم همین هولوش بود دیگه. کلا ترم دو تا دانشجوی ترم 1 با هم میرن بیرون غذا بخورن، حالا با پول تو جیبی های خیلی کم. گفتیم کجا بریم کجا نریم. رفتیم یه کافه رستوران که از غذا گرون ترین کافه رستوران توی بوشهر بود، یکی از گرون ترین ها. ما که خبر نداشتیم، تازه 10 روز بود اومده بودیم بوشهر. رفتیم نشستیم خوشحال و خندان، نوشیدنی سفارش دادیم، پیتزا سفارش دادیم، کلی چیز می سفارش دادیم و اینا. موقع حساب کردن که شد یه فیش انقدی به ما داد، قیمتش یادم نمیاد ولی خیلی زیاد شده بود. من و شکوفه تو راه برگشت هیچی به هم دیگه نمیگفتیم. حالا درسته نصف شد، نصف من نصف اون، ولی بازم برای 2 تا دانشجوی ترم 1 خیلی زیاد بود دیگه. اون فیش رو ما چسبوندیم به آینه درس عبرتی بشه واسه بقیه بچه‌ها که الکی نرن بیرون، هنوز جوش درد میکنه. عکسش هم هست. این شکوفه خوشحال و خندان داره نوشیدنیشو میخوره، من پیتزا میخورم. خلاصه که دانشجو، واقعا ما نمیدونستیم دانشجو بودن اون تایم چجوریه. بعداً فهمیدیم که حتی کوچیکترین چیزها رو هم الان با هم تقسیم میکنیم. مثلا اگه من 6 تومن چیزی بگیرم با شکوفه تقسیم کنم 3 من 3 شرایط ایجاب میکنه، وگرنه فکر نکنین چیزه. یه تایمی من و شکوفه کلا داشتیم نون پنیر میخوردیم، انقدر زیاد خورده بودیم قیافه‌مون شبیه نون پنیر شده بود. این هم نودل شکوفه پزه. یکی از وعده‌های اصلی غذایتون قراره نودل بشه اگه خوابگاهی شدین. داشتم عکس‌ها رو می‌دیدم، رسیدم به عکس‌هایی که من و زهرا فکر کنم با شکوفه تصمیم گرفته بودیم ستایی با هم غذا بپزیم. کلا نشد. نه. بفرستم برای مامانم فکر نکنه من اینجا یه گوزه. چرا اینجوری فیلم میگی؟ من و شکوفه و زهرا تصمیم گرفتیم ستایی با هم خوابگاه تهچین قاطی پاتی بپزیم. این فکر کنم چیزای توش پیشنهاد منه، لوبیاست و مرغ و سیب زمینی و هویج و همه چی با همه. اینجا دوباره دارم با شکوفه نون پنیر میخورم طبق معمول، مربا. شکوفه ترکه، خب عاشق آشدوغ هم هست. آشدوغ به ترکی چی میشد؟ فکرم مصطفی همچین چیزی. فکرم هفته 1 بار شکوفه داره آشدوغ میپزه، ما هم شانس بیاریم واسه ما هم بذاره به ما هم بده، واقعا هم خوشمزه میپزه. بله، غذای سلف شبیه غذای زندان تونین ببینید. غذایی که من میپزم قاطی پاتی پلو یا چرت و پرت پلوه، هم زود میپزه هم خوشمزه است. چیکاریه؟ اگه بخوام زندگی توی خوابگاه رو بهتون شرح بدم، اینجوریه که قطعاً رفاه خونه رو نخواهید داشت، آرامش خونه رو نخواهید داشت، چون همیشه اونجا در حال سر و صداست، همیشه صدا میاد. بعضی وقتا ظرفیتتون پر میشه، خب انقدر آدم دیدی، انقدر با آدم ها در ارتباط بودی، ظرفیتت پر میشه و فقط دلت میخواد سکوت بشنوی. من خیلی واسم پیش میاد. به نظرم هم خوبه، مثلا میتونی ظرفیت خودت رو بسنجی. مثلا من قبلا ظرفیتم واقعا کم بود، هر هفته برمیگشتم خونه که فقط اون آرامشه رو لمس کنم، ولی الان ما یه بار برمیگردم. به نظر من هر آدمی توی زندگیش یه تایمی رو نیاز داره که بدون خانواده، نه که بدون خانواده، دور از خانواده زندگی کنه، اون شرایط سخت رو بچشه. مثلا من قبل از اینکه برم خوابگاه
نه غذا بلد بودم بپزم، نه لباسم رو میشستم خودم با دست. اصلا از این کارا نمی کردم. یه دختر کاملا لوس نازک نارنجی بودم که رفته بودم حالا یه جایی با 5 نفر آدم غریبه زندگی کنم. واقعا شرایط واسه من سخت بود. روز زمین من نمی نشستم، یه زیرانداز کوچولو مامانم داده بود میذاشتم روی اون می نشستم، روی فرش خوابگاه اصلا نمی نشستم. جورابمو در نمی آوردم به هیچ وجه. الان باز یه ذره شرایطم بهتر شده. این شلوغی خوابگاه که گفتم که هیچ وقت آرامش نداریم. مثلا من تایم زیادی که خوابگاه میموندم بعد برمیگشتم خونه، شب اول خونه خوابم نمیبرد چون انقدر ساکت بود و عادت کرده بودم به توی سر و صدا خوابیدن، خوابم نمیبرد. قبل از اینکه بخوام این ویدیو رو بگیرم کلی حرف داشتم راجع به خوابگاه بزنم، ولی الان هیچی یادم نمیاد. یه ویدیو اول گرفتم داشتم همش غر میزدم راجع به خوابگاه، راجع به اون کثافت کاریایی که تو دستشویی و حموم خوابگاه میکنن، بچه‌ها رو جمع نمیکنن. یه ویدیو گرفتم از تمامی داشتم صحبت میکردم، گفتم ولش کن اصلا به من چه؟ یه آدم خیلی بخشید بیشور میره کار خرابی میکنه تو دستشویی آب نمیزنه بره، اصلا به من چه؟ شور شخصیت خودشون میرسونه. ولی ما داریم اونجا زندگی میکنیم. یعنی چی میری دستشویی میکنی آب نمیریزی؟ خلاصه که اگر خوابگاهی شدید هم قراره بهتون خوش بگذره هم قراره بهتون بد بگذره. همش بستگی به خودتون داره که چقدر اون شرایط رو سخت بگیرید. خب دوستان، فکر کنم واسهتون سوال شده جاسم کیه؟ جاسم ایشون دوست و همراه من طی سالهایی که دانشجو هستم و خواهم بود. جاسم همراه من بوده و هست. هر بار که از خونه اومدم و رفتم جاسم اومده و با من رفته و نزدیکترین آدم به من طی این سالها جاسم عزیزم بوده. حالا اگر میگین چرا اسمشو گذاشتم جاسم، راستش اولش هیچ اسمی نداشت، تفلکی. زمانی که یه ستار گرفتم یکی از هماهیان بهم گفت خب سر اسم اینا چیه؟ بعد من اینجور بودم که من تا حالا بهش فکر نکردم. بعد همون لحظه دوست داشتم یه دوتا اسم هم قافیه باشه. تنها چیزی که به ذهنم اومد قاسم و جاسم بود. اسم تارمو گذاشتم جاسم و اسم ستارمو گذاشتم قاسم. بعد که تو اینترنت نگاه کردم دیدم جاسم به معنای قوی هیکل، دیدم چقدر بهش میاد، هم صدای بلندی داره هم واقعا از قاسم خیلی بزرگتره. آره مرسی که تا اینجا ویدیو منو دیدید. خیلی چیزا خاصی در راجع به خوابگاه نگفتم. چرا؟ یه سری چیزا رو گفتم از اون شرایط بدش گذاشتم. سعی میکنم برگشتم خوابگاه از خودشم یه ولاگ درست کنم که قشنگ بتونین ببینین چه شرایطیه. ولی بازم میگم هر خوابگاه ممکنه با یه خوابگاه دیگه فرق کنه. خوابگاه خودگردان داریم، خوابگاه مثلا الان من خوابگاه دانشگاه، خوابگاه دولتیه، ممکنه شرایطش با خوابگاه خودگردان فرق کنه دیگه. اون خیلی هزینهش بیشتره، قطعاً از لحاظ بهداشتی هم اوکی تره دیگه. خلاصه که مرسی که نگاه کردین. امیدوارم که دوست داشته باشین از این جور ویدیوها و خدافظ.